سحر و طلسم آتشی چند تا نشونه داره. یکی از نشونه‌هاش اینه که دائم دچار کسلی و بیحالی است. قبلا شاید آدم شاد و پر انرژی بودی ولی یکهو بیحال و گوشه‌نشینی میشی. یکی دیگه اینه که دچار افسردگی میشی. یکی دیگه اینه که دچار مریضی زیاد و اونم از نوع سنگین میشی. یعنی طرف دچار سرطان هایی میشه که همون سرطان ها باعث مرگش میشه. یک سری بیماری هایی که غیر قابل درمانه. واسه پزشکا حتی درمان این نوع بیماری ها غیر ممکنه. بلا و گرفتاری توی زندگی بسیار زیاد میشه. هر کاری که انجام میدی یک بلا و گرفتاری وارد زندگیت میشه. کامل بی اشتها و بی میل به غذا میشی. هر غذایی که جلوت میذارن هیچ علاقه‌ای نداری بخوری. همین باعث ضعف جسمانی و بدنیت میشه. مورد بعدی اینه که نسبت به همسرت سرد میشی و میگی که من قبلا همسرمو خیلی دوست داشتم ولی الان بدون هیچ دلیلی ازش متنفرم. و مورد بعدی اینه که بختت بسته میشه. طرف هم دوست داره که خودکشی انجام بده، هم که بختش بسته است و هیچ میلی به جنس مخالف نداره.